حمید پاشو حمید، با تو هم حمید. مگه با تو نیستم حمید؟ پاشو صبحونه‌تو بخور. حمید دیگه کیه؟ نکنه هنوز فکر میکنه اسمت مجیده؟ مگه نیست؟ باز دیشب چه خوابی دیدی؟ پاشو صبحونه‌تو بخور، باید بری دانشگاه، دیرت میشه. پاشو. چی میگی تو؟ من 2 سال درسم تموم شده. مسخره بازی در نیار حمید، غیبت کنی واحدات هست میشه. هفته پیشم که نرفتی. میدونی اگه بابا بفهمه چی میشه؟ بابا؟ اون که پارسال فوت کرد. زبونتو گاز بگیر حمید. حالا دیگه کارت به جای رسی که میگی بابا مرده؟ مگه نمرده؟ اگه نمرده پس اون قاب عکس کوش پس. مبلا کو؟ کدوم مبل؟ همون که اینجا بود. تلویزیون چرا گذاشتی اونجا؟ تو واقعا انگار خواب بدی دیدی. تو چت شده حمید؟ چرا با خودت این کارو میکنی؟ ها؟ نکنه منم نمیشناسی؟ من احمدم، احمد داداشت. میفهمی؟ احمد چیه کیه؟ تو مگه علیرضا نیستی؟ دست بردار حمید. صبحونه‌تو بخور، باید بری دانشگاه، دیرت نشه. دانشگاه بلدی یا ببرمت؟ دانشگاه؟ آره بلدم. سرد نشه. نمیخورم. سویچ ماشین رو ندیدی؟ ای بابا، ای بابا، بس کن دیگه. ماشین ندارم ها؟ نداری. علیرضا. احمد. چیه؟ هیچ. الو. سلام بهنام، چطوری؟ آره، کم کم داره ردیف میشه. چی؟ 2-3 روز دیگه؟ باشه. بهنام، تو مطمئنی اگه مجید بره تیمارستان چیزی بهش نمیرسه؟ چی؟ چه خبره 30%؟ 10% بیشتر بهت نمیدم. حالا بذار کار تموم شه. الان رفت بیرون. خداحافظ.
پاشین گاز میگیره. شما دستمو ول کن. میگم عوضی دستمو ول کن. کثافت ولم کن. اگه با تو استاپ ولم کن کثافت. من که میام. من که دوباره برمیگردم. من که دوباره میبینمت. سلام بهنام، چطوری؟ مجیدم. مخلصیم آقا. آره الان بردنش. دمت گرم، نقشه خوبی بود. ببین فقط بهنام تو الان مطمئنی که هیچی بهش نمیرسه؟ ایول. باشه آقا، من 30% همون حرفی که زدم روش هستم. چکریم. بذار کار تموم بشه. میبینمت آقا. قربانت.